توی این ویدیو میخوام پاشم برم کمپ. بقیه تو بازی گوشی دیری دیری مثل همه باهوشی دیری دیری. Good morning. سلام علیکم. صبح شما بخیر باشه. الان داره بارون میاد و پانچو بندازی. هوا سرد و پر از مه. ببینید پشت سر من تا جایی که چشم کار میکنه مه داریم. برم اینو بپوشم. اینم نتیجه نهایی. خیلی خوبه همه چیز. دوست دارم. خوش میگذره. بریم دم آتیش. صبح خیر. داره بارون میاد. وسیله رو داریم جمع میکنیم. این همه رنگی رنگیه. منم رنگ آبی. خیلی هوای باحالیه. داره بارون میاد و دارم لذت میارم. در اعماق جنگل داریم میریم پیمایش. داریم انجام میدیم. داره بارون میاد و کفش خوب. فکر کن یه مسیر صعب العبور بیای بعد تهش یه پراید ببینی اینجا. این موش آب کشیده شدیم. عجیب غریبه وضعیت. دارم دووم میارم. خیلی خوشحالم که کفش خریدم. کاش برفاکن برای عینک اختراع میشد. تقریبا هیچی جلوی خودمو نمیبینم. هوا بارونی به شدت جذاب ولی کل وجناتمون آب برداشته. باتوم کفش مناسب وسط جنگل خیلی جذابه. رسیدیم به دشت بابونه. گرسنم شده ولی تغذیه‌ام تو کیفمه. کمیل بگ دارم رسید. داره گشتم میشه. اینکم هیچی رو نمیبینه. داخل کفشم هم خیس شده و نصف بدنم خیسه الان.
دوباره قراره وارد جنگل شیم. دو سه بار نزدیک بود لیز بخوره. بریم سمت ابرا. وایسادیم واسه استراحت. سری چیزای خوشمزه مغزیجاتور دارم. قشنگ دارم میزنم با چایی که بسازه. خب گیر کردیم، ما جلوتر نمیتونیم بریم، بقیه رفتن جلو گیر کردن، ما اینجا موندیم که پایین نریم گیر کنیم. جلو وسط جنگل پایین ترش گل بوده و بقیه گیر کردن ولی ما گیر نکردیم. منتظریم تا یه راه دیگه پیش بیاد. مثل این که مسیر رو باید برگردیم. خب مسیری که رفتیم رو داریم برمیگردیم چون که جلوتر نمیشد رفت و یه دور افتادم، نفس ندارم، اینجا هم دشت. در میان جنگل ها مسیرمون رو عوض کردیم، بارون قطع شد و داریم از یه مسیر جدید میریم سمت قله اسپیناس. داریم میریم سمت قله اسپیناس و کلی آدم هم. یعنی یه 200 نفر داریم پشت سر هم راه میریم. گرسنگی، تشنگی، خستگی، داره همه اینا داره بر ما غلبه میکنه ولی خب حال میده. گزارش وضعیت بخوام بدم، وضعیت اینه. هنوز داریم پیمایش میکنیم و الان آمدیم یه جایی که مثل که خط ساحلی دریای خزر دیده میشه ولی من نمیتونم ببینمش. دوباره یه جای دیگه وایسادیم. این نمای پشت سر، این هم نمای. خیلی اذیت شدم تا اینجا رفتم تو گل ولی خب ارزشو داشت. هنوز به مقصد نرسیدیم و راه زیادی رو در پیش داریم. الان هوا هم خوب شده و عالی، خیلی هم عالی. وضعیت فعلی با بکمن بک تموم شد و دوباره شارژ کرد. این هم وضعیت البسه و کفش. مسیر رو نگاه برم داره میشم از خستگی ولی لذت داره. امیدوارم که شب که میرسم همه جام درد نگیره. قراره که جای چادرمونو بزنیم ولی یه مشکلی هست و با بیل بیفتیم جوش. نه همش تقصیر این ارسباس. با بدترین فضاحت ممکن چادر زدیم، اون بالا که نشد، بالا پایین بریم. نهار لاکچری، پاستای پستو به اضافه مرغامون.
تبدیلش داریم میکنیم به یه پاسته خوشمزه. این آب جوش هم قراره بریزیم روی پاسته. به 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 به. های به همگی. میلاد چقدر بیل زدی امروز؟ خیلی پاره. بیل زدیم که کف اینجا رو مثلا صاف کنیم. ببینیم که تونستیم اینجا مثلا چادر بزنیم. سلام. نمیدونم چجوری تصویری که از هم میبینی به چه شکلیه. خیلی هوا سرده. من دارم سعی میکنم دووم بیارم. همه چیزمون خیسه و اومدیم اینجا. همه جا نم داره و اصلا نمیشه زنده موند. خیلی سخته. تلفرک با شلوار پوشیدم چون شلوار رویم خراب شده بود. این از وضعیت زندگی. به وقت شام تو طبیعت آسمونه ماه پیدا شده. امیدوارم که فردا یه روز غیر بارونی باشه. اینجوری میام نور میدم به صورتم. مرسی میلاد. رمز و راز داره میلاد. خب اول باید سفیدش رو بذاری به پزه، بعد زرده. بریم واسه آب روز دوم توی کیسه خواه.